نوبت میخندد، زیبا میخندد، بر تو، بر من، بر عالم، بر ما میخندد. یادی از نریمان بخوزاده، شاعری که برای کودکان می نوشت. استاد نریمان بخوزاده در نوشتن آثار بچگانه خیلی ادیب و موفق است. در اتفاق نویسندگان تاجیکستان از 90 سالگی شاعر تجلیل کردند. چونکه استاد یگان مکتب رو نگذاشته، یگان مکتب مخصوص نوشتن ادبیات و یگان کورس‌های مخصوص رو نگذاشته، همین خیلی به طور طبیعی در مورد بچگان می نوشتن و هر چیزی که می نوشتن گویا یک نفری که از مکتب‌های خیلی بزرگی نوشتن اثرها برای ادیبان برای بچه‌ها گذاشته باشد. ادیبان و هنرمندان از کارهای دیگری ماندگار نریمان بخوزاده گفتند. بیشتر اثرهای درام‌نویسی خودمان را به کار بردم. از جمله اثری بسیار برای نسل جوان نوشته ایشان را که نامش بختت را بیدار کن و بسیاری ها بعد همین تماشای اثر فرزنداشان نام بختاور دادند. نریمان بخوزاده سال 2009 در سن 74 سالگی درگذشت و یکی از شاعران معروف در زمان شوروی و سالهای استقلال تاجیکستان بود که برای کودکان شعر می گفت. صدها شعر و داستان او را هنوز در مکتب و کودکستان ها می خوانند.